ترکیب لیکویدیتی سویپ، MSS و FVG به شما یه استراتژی فوق‌العاده میده. حالا چطوری؟ در نظر بگیرید که اینجا حرکت قیمتی شماست. در واقع یک لیکویدیتی رو اینجا دارید. اگر نمیدونید لیکویدیتی چیه، فعلا یک کانال قیمتی، یک تریدینگ رنج رو به عنوان لیکویدیتی در نظر بگیرید. اینجا لیکویدیتی رو داریم. اگر نمیدونید لیکویدیتی سویپ چیه، زمانی که لیکویدیتی زده میشه نقدینگی این لیکویدیتی جمع میشه بهش لیکویدیتی سویپ گفته میشه. یعنی قیمت به سمت پایین میاد، این کفهای برابر رو جمع میکنه و به سمت بالا حرکت میکنه. اینجا لیکویدیتی سویپ شما اتفاق افتاده. به طور مفصل‌تر لیکویدیتی سویپ رو در جلسات گذشته توضیح دادم. اگر این آموزش رو میخوای کامل ببینی حتما آموزش‌های قبلی منو ببین تا کامل متوجه بشی. بعد از اون یک کندل با بادی بزرگ شکل میگیره. به این صورت اگر این کندل لیکویدیتی سویپتون باشه که گفتم در جلسات قبلی لیکویدیتی سویپ به صورت کندل هایی با شادوی بلند اتفاق میفته و دیده میشه. اگر اینجا یک کندل با شادوی بزرگ دیدید مثل اینجا ببینید که لیکویدیتی سویپ اتفاق افتاده. بعدش یک کندل با بادی بزرگ دارید که FVG شما داخلش شکل گیریه. کافیه که ناحیه FVG تون رو اینجا رسم کنید. وقتی که قیمت از این ناحیه لیکویدیتی شما رفت به سمت بالاتر، حالا چه با این کندل FVG میخواد باشه چه با یک کندل بعد از کندل FVG باشه، به این صورت در واقع یک سقف جدید بالای این لیکویدیتی تشکیل داد. در اینجا شما موظفید که ناحیه FVG تون رو رسم کنید. به این صورت قیمت به ناحیه FVG شما برمیگرده و به سمت بالا حرکت میکنه. این برگشت قیمتی وقتی که اینجا کندل میاد یک کندل دیگه میسازه، در واقع MSS شما شکل گرفته. اگه نمیدونی MSS چیه در جلسات گذشته توضیح دادم. یه توضیح مختصر راجع به MSS میده. وقتی که قیمت میخواد تغییر ساختار بده، تغییر روند بده، به سراغ این میره که اگر قیمت روند نزولی داره میره که سقف و کف بالاتر بزنه. به این سقف و کف بالاتر میگن MSS. مراقب باشید که MSS ها رو با چنج آف کاراکتر اشتباه نگیرید. در جلسات گذشته تفاوت بین MSS و با چنج آف کاراکتر کامل بهتون توضیح دادم. اگر میخوای این دوتا رو با هم دیگه قاطی نکنی حتما ویدیوهای قبلی منو ببین. پس در اینجا من رنگ اینو مشکی کنم. پس در اینجا یک MSS داریم، FVG رو داریم، نقدینگی قبلش که سویپ شده. میتونی با خیال راحت سفارشات خرید خودت رو بکاری و استابلاست رو پایین این لیکویدیتی سویپ قرار بدی با تارگتی که روی چارتت مشخصه. حداقل میتونی ریوارد دور ازش بگیری. حالا سوالی که پیش میاد بسته به چارتت میتونی استابلاست رو اینجا قرار بدی. اگر این شادو کوتاه‌تر بود میتونی اینجا قرار بدی. بسته به ریواردی که میگیری این استابلاس فرق میکنه. بسته به اینم داره. من الان این کندل FVG رو این بالا کشیدم. کندل FVG معمولا اینجا هستش بچه. این باده یک کندل FVG هستش. به خاطر همین ناحیه شما تا اینجا میشه. اگر بخواید استابلاستون رو اینجا قرار بدید خیلی کوچک میشه و سری ممکنه که خورده بشه. به خاطر همین بهتره که ناحیه لیکویدیتی سویپتون استابلاستون باشه. خب بریم با هم بگردیم روی چارت نمونه هاشو پیدا کنیم و بهتون بگن که چطور این استراتژی روی چارتتون اتفاق میافته. همونطور که میبینید چارت طلا هستم تا این فریم 1 دقیقه. الان که ساعت 16 و 11 دقیقه هستش. اینو براتون بیارم اینجا. بازارم مارکت هم باز هستش. میخوام یک نمونه براتون مثال بزنم که این استراتژی چقدر دقیق میتونه عمل کنه، چه توی تایم 1 دقیقه چه توی تایم های بالاتر. خب بریم بگردیم دنبال این استراتژی. من یه خورده مارکت رو زوم کنم تا شما بهتر ببینید. ببینید اینجا رو. من براش رو بیارم. این نقدینگی شما هستش. لیکویدیتی شما هستش. اینجا لیکویدیتی سویپ رو دارید. اینجا ناحیه FVG تونه، کندل FVG تونه. من با مستطیل براتون رسم کنم که بهتر ببینید. این ناحیه میشه ناحیه FVG شما.
این سقف توسط این سقف شکسته شده، سقفی بالای این سقف ایجاد شده، پس این MSS شما هستش. ببینید قیمت اومده به ناحیه FVG تون رسیده، یعنی اگر اینجا یه دونه لاین پوزیشن باز میکردید با این استاپ لاس، بهتون گفتم که کف لیکویدیتی بذارید. اینجا میتونستید یک ریوارد چند ازش بگیرید. من تارگت رو اینجا میذاشتم. ببینید چون اینجا سقفای برابر وجود داره، سقفای برابر زده میشه. این سقفای برابر زده میشه تا به اینجا. یک ریوارد 2.5-3 رو میتونستید ازش بگیرید. اگرچه با اینجا میشه ریوارد 3 که قیمت همچنان صعودی بوده، شما از این ستاپ معاملاتی میتونید یه ریوارد حتی 6 هم ازش بگیرید. خب بریم نمونه های بیشتری رو از این توی گذشته چارت پیدا کنیم. این یک نمونه لایو بود که امروز اتفاق افتاد. ببینیم که چطور میتونیم لیکویدیتی سویپ رو با MSS و FVG ترکیب کنیم. اگر ندیدید فیلم های جلسه گذشته رو حتما برید فیلم های جلسه گذشته رو ببینید تا راحت‌تر بتونید این نواحی رو توی چارتتون پیدا کنید و تشخیص بدید. الان ببینید اینجا رو من یه نمونه دیگه براتون مثال بزنم. اینجا نقدینگی هست که نقدینگی هایی که زده شده لیکویدیتی سویپ. اگر اینو به تایم فریم بالاتر ببرید راحت‌تر میتونید این FVG که در این کندلا دیده میشه رو رصد کنید. FVG که در این کندلا هستش، من اگه بخوام توی همین تایم فریم براتون رصد کنم، FVG این کندلا براتون رصد میکنم چون که سفارشات جمع نشده زیاد. ببینید قیمت دقیقاً اومده به این FVG برخورد کرده. اینجا هم اگر بخوام دوباره مجدد براتون رصد کنم، ببینید این کف وجود داشته که این کف زده شده و MSS رو اینجا داشتید. MSS اینجا داشتید و اگر برید یه تایم فریم بالاتر این با این ترکیب میشه، این ستا با هم دیگه ترکیب میشن چون که یک روند نزولی هستش و FVG رو بهتر میتونید رصد کنید. ببینید که قیمت اومده به این ناحیه برخورد کرده. اگر تو این تایم فریم هم باشید مشکلی نداره. چرا؟ چون شما بهتون گفتم که استاپ لاستون رو پشت ناحیه لیکویدیتیتون قرار بدید. یعنی اگر استاپ لاستون رو اینجا گذاشته باشید، استاپ لاستون زده نشده. حداقل ریواردی که میتونید ازش بگیرید ریوارد 2. ببینید حداقل ریوارد 2 رو میتونستید ازش بگیرید. نمونه های خیلی زیادی هست. اگر بگردید و تمرین کنید نمونه های زیاده توی چارت. خب من میرم یه نمونه دیگه براتون پیدا میکنم که شما چشمتون بیشتر بهش عادت کنه و راحت‌تر بتونید اونو توی نمودارتون تشخیص بدید. ببینید این چارت طلا هسته. شما اگر برید توی شاخصایی مثل داو جونز یا نزدک یا یورو به USD این استراتژی رو خیلی راحت‌تر میتونید پیدا کنید. چرا؟ چون توی چارت طلا نوسان خیلی بیشتر از بقیه چارت هستش. اینجا یه نمونه دیگه ازش ببینید. اینجا رو این نقدینگی شماست، این لیکویدیتی سویپ شماست، این FVG شماست که به سمت بالا حرکت کرده، سقف بالاتر از این سقف برای شما ساخته و اگر شما این ناحیه FVG رو رصد کرده باشید ببینید که قیمت اومده تمام این FVG رو جمع کرده و به سمت بالا حرکت کرده. یعنی اگر سفارش لانگی که میخواستید بذارید همچین حالت میشده. با این استاپ لاس حداقل ریوارد 2، اینجا ریوارد 3 هم حتی میتونستید ازش دریافت کنید. نمونه های این استراتژی خیلی زیاده توی چارت. بگردید حتما نمونه های خیلی زیادی ازش رو توی چارتتون پیدا میکنید. یه استراتژی فوق العاده ساده است و به راحتی میتونید ریوارد حداقل 2 رو ازش بگیرید و سودای خیلی خوبی رو ازش دریافت. امیدوارم برید روی چارت تمرین کنید تا بتونید به سودای بیشتری از این مارکت دست پیدا کنید.